دلت میخواد با یه دعای کوتاه و جادویی خیلی سریع در مدار همه نعمت‌های خوب خداوند قرار بگیری؟ این دعا به قدری قدرتمنده که اگه بخونیش دیگه نمیتونی جلوی جذب معجزه و ثروت به زندگیت رو بگیری. پس اگه به دنبال ثروت زیاد هستی یا یه معجزه باور نکردنی میخوای، این دعا میتونه همچون کلیدی باشه که همه درهای بسته زندگیت رو باز میکنه. کافیه تا انتها همراه هم باشی تا با دعای خوش فرکانسی که تا چند لحظه دیگه دست جمعی میخونیمش به ثروت، آرامش و هر معجزه‌ای که میخواید برسید. دوستان، از کلام ما بر ما حکم میشه. قدرت دعا و کلماتی که به زبون میاریم و نباید نادیده بگیرید. از دوران باستان دعاها اهمیت زیادی داشتن و همه هم به قدرتشون اعتقاد داشتن. اما این دعا واقعا با تمام دعاهایی که داخل کانال گذاشتم فرق داره. این دعا به زبان فارسی است و ارتعاش و احساس قوی معجزه و ثروت رو به کائنات خدا میفرسته و با تاثیر روی ذهن ناخودآگاه شما ارتعاشتون رو روی خواستتون تنظیم میکنه. پس اگه آماده اید بریم که با قدرت کلاممون زندگیمون رو از این رو به اون رو کنیم. قبلش یه نفس عمیق بکش و همزمان با من از روی زیرنویس تکرار کن. من آهنربای جذب ثروت، آرامش و خوشبختی هستم. هر کجا که میروم پول هم به دنبالم می آید. معجزه جزئی جدایی ناپذیر از زندگی من است. من با ذهن ثروتمندم تمام معجزات را به خودم جذب می کنم. پول درآوردن برای من راحت تر از هر کاری است. قلب من همیشه برای دریافت معجزات آماده است. جذب معجزه برای من امری طبیعی است. من در مدار جذب ثروت و معجزه هستم. من همواره انرژی مثبت به کائنات خدا میفرستم. معجزه جزئی جدایی ناپذیر از زندگی من است. من با پول که یک انرژی با برکت است هم فرکانسم. من در ارتعاش عشق، آرامش، پول و سلامتی هستم. از آسمان برای من طلا میبارد. دست به هر چیزی که میزنم طلا میشود. روزی رسان هر روز من خداوند است. من به باران ثروت و خوشبختی خداوند اعتقاد دارم. هر خوبی که میکنم چندین برابر به سمت خودم برمیگردد. من آدم پولسازی هستم. پول و معجزه یک لحظه هم از زندگیم جدا نمیشوند. از کسب و کار با برکتم به راحتی پول حلال در میآورم. خداوند همواره حامی و پشتیبان من است. حالا همگی برای اجابت پرقدرت زیر ویدیو بنویسید. درهای معجزه همیشه برون بازه. این دعا شما رو در ارتعاش عشق، ثروت و آسایش قرار میده. پس یک بار در روز بهش گوش بدید. اگه قبل خواب و بعد بیدار شدن باشه که دیگه عالیه، چون تو اون زمان مغز شما در حالت آلفاست و تأثیر پذیرتره. امیدوارم بهترین نتیجه رو با این دعای متافیزیکی بگیرید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظتون باشه.